درود بچه ها. الان که دارم این ویدیو رو میگیرم صبح 14 فوریه سال 2026 ساعت 5:54 صبح تو ایستگاه قطار نشستم و منتظر بقیه بچه ها. همینطور مهدی که رفت دوستامون رو بیاره. امروز قراره همه با هم به سمت مونیخ بریم و صدای مردم داخل ایران باشیم. همونطور که میدونین بیش از یک ماهه که من هیچ ویدیویی توی پیج به خاطر شرایط ایران آپلود نکردم، ولی امروز تصمیم گرفتم این جمعیت باشکوه رو که امروز در حمایت از مردممون به مونیخ میرن بهتون نشون بدم. پس با من همراه باشید. پاینده ایران جاوید شاه. به یاد جاویدنامه‌ی وطن که جاوید شاه گویان جاویدنام شدند، ما ایرانیای مقیم سنپلتن به فرمان شاهزاده رضا پهلوی برای فراخوان مونیخ 14 فوریه در راهیم و میریم که صدای همه هموطنانمون رو به کل جهانیان برسونیم. پاینده ایران! پاینده ایران! پاینده ایران! جاوید شاه! جاوید شاه! جاوید شاه! درود به شهر همه. ای مرز پرگوهر، ای خاک از سرچشمه بلند، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی و جاودان. دشمن است و سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو شد بیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده ما خاک ایران ما. عکس جاویدنامه رو اینجا پانچ میکنیم، نخ میندازیم توش که بشه گردن آویزمون. سپهر بابا، آتش نشان، این مدلی پانچ میکنیم. بهار شادمهری 19 ساله. نظام امروز کل ایران متحده. تابلو شدیم داره بوش در میاد، خون شما تو جدول الان دیگه. به به بوی سوختن میاد داره آخون و منقل کرد. یه دونه اینطوری میخوامش که بر نگرد فهمید. یه دونه داری یه دونه آره یه چیز میزنه بالا. یه دونه دیگه هم هست خیلی. خب یکم بزنیم حالا لطفاً آروم میگید درش کار دارم. نه درش رو بگیر از پشت. بالا بگید وای سال اینو خوب بگیرید برام. فیلمه. همین از این پایین. دست پاش. پرچم پای سرت. هنرنمایی دوست عزیز و بزرگوار زاویه دید. جا پیدا کنه. کینگ رضا پهلوی.
نه در برابر ایران که در دل آن است. ما می‌خواهیم با هم و برای هم ایرانی سکولار، آزاد، برابر و شایسته همه فرزندانش بسازیم. بارونه و یهو هوا سرد شد. اصلا دو سه ساعت قبل اینطوری نبود. یهو از ساعت 1:30 بعد هوا به شدت سرد شد و بارون شروع شد. همین الان هم پلیس اعلام کرده که 250,000 نفر آدم از سراسر اروپا تو این فضا جمع شدن. حالا تصویرهای هوایی میاد و خودتون از نزدیک میبینید. از نزدیک که نه، پشت گوشیاتون و تو صفحه های مجازی حتما میبینید. آخر خودتونه موسیقی روحانی تا قالی بافتگی گازنداری در بای حملاتی بشته من شب و روز هر با به خون قاتل فتاش به دل باخته های نفاش اسلام به تیرا من تشته میخوام بچه کنم چیزی بکشم که روزت خنجر کنم تشته لعنتی خستم دورم مشیدشم مثل خودم منو هستم کنم تشته ما امروز اینجا جمع شدیم که انعکاس صدای ایران باشیم. جاوید شاه! جاوید شاه! جاوید شاه! پاینده ایران! پاینده ایران! پاینده ایران! جاوید شاه! جاوید شاه! جاوید شاه! اینطوری نمیشه. نزدیک 100,000 نفر کشته شدن برای دادن همین شعارها. جاوید شاه! جاوید شاه! جاوید شاه! پاینده ایران! پاینده ایران! پاینده ایران! این آخرین نبرده! پهلوی برمیگرده! این آخرین نبرده! پهلوی برمیگرده! روشن میشه فردا خورشید سرزمین ما سرم با سینه سپر کنم میگم جاوید شاه وقتی واسه هم نیست گرچه گفتم همون کم نیست I'm with you. I have a message for the freedom-loving people of the world. If you love freedom, stand with the Iranian protesters today. It is a time of choosing. I choose the Iranian people over the murderous Ayatollah. It is time for him to go. Make Iran great by picking the people, not the Ayatollah. Make Iran great by putting the people in charge. God bless you all. Iran will be great again when the people are in charge. Help is on the way. بذار بشنوه دنیا ما شاه میخوایم نه ملا بذار بشنوه دنیا ما شاه میخوایم نه ملا بذار بشنوه دنیا ما شاه میخوایم نه ملا ما ملت کبیریم ایران رو پس میگیریم 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 رضا پهلوی 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 رضا پهلوی
میبارد رفتش به سوی آزادی از بحر خواهد باشی ایرانی مرد انقلاب درود همراهان عزیز. به قول بچه‌های خودمون ترکوندین. اگر اشتباه نکنم این یکی از بزرگترین جمعیتی است که تا به حال گرد هم جمع شده ایم و حرف اول من به همراهان شجاع و مبارزمون در داخل کشور است. بدانید که تنها نیستید و ببینید که در سرتاسر جهان ایرانیان متحد و یک صدای شما رو به جهانیان رساندن و اکنون صدای اونها رو به شما برمیگردانیم که بدانید در این مبارزه دنیا امروز با شما ایستاده. میلیون ها هموطنانمون در چهار گوشه کشور عزیزمان از دیدگاه‌های مختلف، از ملت‌های اقوام مختلف، زبان‌های مختلف، ادیان مختلف، گرایشات مختلف، اما متحد و یک صدا در این پیکار ملی برای آزادی کنار هم ایستاده‌اند. دشمنان سعی دارند ادعا بکنن که مردم ایران اتفاق نظر و اتحاد ندارن. این یک دروغ محضه و شما مردم در داخل این رو ثابت کردید. Care about Iran or Iranians. It's an occupying force that took us hostage 47 years ago. Today, we'd like to see solidarity for their cause.
but understand something. This is not just because it's good for us and you do it out of compassion and care for our rights to liberty and justice and equality and human rights. But understand that it is in your best interest too, to have, unlike this regime that has been propagating terror and radicalism, we the people of Iran are peacemakers and not warmongers. We like to be friends, especially with the free worlds. We like to be able to have the best neighborly relationship. سپاس از همگی شما. بدانید و من از شما میخواهم نه اینکه به یه آینده بهتر امید داشته باشید، بلکه باور داشته باشید. چرا که هم توان انسانیش رو داریم، هم کمبود منابعش رو نداریم. آنچه که لازم است عزم و اراده مشترک همگی ماست و هیچ نیرویی در جهان نیست که بتونه جلودار قدرت یه ملت متحد رو بتونه بگیره. تاریخی رو ثابت کرده و نوبت ایران رسیده. ما این مبارزه رو تا آخرش ادامه میدیم و بدانید که این نظام از هر زمانی ضعیفتر است و هر آن در حال فروپاشی است. یادمون نره این همه جاویدنامان وطن فراموش نخواهند شد. ما وظیفه داریم که هرگز آنچه که در این هفته‌های اخیر اتفاق افتاد در تاریخ کشورمون فراموش بشه. این آن چیزی است که بایستی ادامه راهمون باشه و از هر زمانی با بیشترین اعتقاد و با قوی‌ترین باور دست یکدیگر را بگیریم و ایرانی رو بازسازی بکنیم که برگرده به غلطک ترقی و وصل شدن به دنیای آزاد و این مانع سر راهمون که این نظام منحوس جمهوری اسلامی است که کوچکترین باور به عظمت یا بهزیستی مردمش از روز اول نداشت. ما کشورمون رو آزاد خواهیم کرد و باز پس خواهیم گرفت. از همگی شما سپاسگزارم. به تمام خانواده های داغدار کشورمون که عزیز خودشون رو از دست دادن بدانن که تنها نیستم. من اینجا به عنوان یک فرزند، به عنوان یک پدر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک برادر درد شما رو درک میکنم و حس میکنم. من هم مثل شما روزی نبوده که اشک نریزم، ولی این اشک بیشتر به من امروز این انرژی رو میده که از شما میگیرم که با هم قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. قسم به خون یاران
ایستاده ایم تا پایان، ایستاده ایم تا پایان، ایستاده ایم تا پایان. دیگر از همگی شما صمیمانه قدردانی میکنم که این مبارزه رو هر روز دارید ادامه میدید و شکی نداشته باشید که پیروزی از آن ماست و نور و تاریکی پیروز. اگر خسته تن از آن